در پی تحریم های نو امریکا قرب روبل روسی روز چهارم است که کاهش می‌یابد. در این شرایط بانک مرکزی و مقامات دیگر روسیه تلاش دارند که سرمایه گذاران شرکت های روسی را آرام کنند. صبح 10 اپریل قرب روبل 4.5% ارزش خود را از دست داد. از ماه دکمبر سال 2016 بار نخست $1 آمریکایی کمی بیش از 63 و $1.78 روبل روسی را تشکیل داد. در پی تحریم های پیشینه غرب و پایین روی ارزش نفت خام در بازار جهانی، ارزش روبل در 3-4 سال پیش هم افت کرده بود. در بیش از 3 سال اخیر ارزش سهام شرکت های اصلی روسی در بازار هم کاهش یافت. معاون نخست وزیر روسیه ارکادی دورکوویچ اعتراف کرد که روز 6 اپریل در پی اعلان تحریم های نو وزارت مالیه آمریکا در میان سرمایه گذاران یک حالت نامعینی به وجود آمد. تحریم های آمریکا بیش از 20 اولیگارخ یا ثروتمند، شرکت، مقامات و چهره های سیاسی را در بر گرفت که به پرزیدنت ولادیمیر پوتین نزدیکند. وزیر مالیه آمریکا گفت پوتین به خاطر عملهای خرابکارانش در صحنه جهانی مجازات می شود. دورکوویچ در جریان یک نشست اقتصادی در مسکو گفت حالا پیش از همه باید نامعینی در بازار کاهش داده شود. اما او در ادامه صحبتش گفت که نرخ سهام مسئله دوم است. با این اظهاراتش معاون نخست وزیر روسیه به مردم پیام داد که نیکو احوالی ساکنان عادی برای حکومت مهمتر از ارزش سهام شرکت هایی است که به ثروتمندان کشور ربط میگیرند. در همین فورم اقتصادی رئیس بانک مرکزی الویرا نبیولینا گفت به اعتدال مالی روسیه حالا هیچ خطر تهدید نمی کند و بانک امکانیت های وسیع دارد که به پیامدهای تحریم ها پاسخگو شود. در همین حال امریکا گفته است به خاطر دخالت روسیه به انتخابات پرزیدنتی امریکا در سال 2016 تحریم های نو جاری خواهد شد.